فکر میکنم همچنان هم عده زیادی چه توی شبکه‌های اجتماعی چه تلویزیون‌های ماهواره‌ای فکر میکنن هر چقدر بیشتر داد و فریاد کنن و فحاشی کنن مبارزتر هستن و چون برای سالهای طولانی هم مشغول داد و فریاد و فحاشی بودن، این رو برای خودشون در نظر گرفتن که دارن یه هزینه‌ای پرداخت میکنن، پس حق رهبری هم از این بابت برای خودشون قائل میشن. یعنی این افراد حالا خواسته یا ناخواسته، خودآگاه یا ناخودآگاه، دارن از این شیوه‌های مضحکی که استفاده میکنن برای خودشون حق قائل میشن، برای حتی گاهی رهبری جریان‌های زیادی. همچنان هم فعال هستن، همچنان هم میبینیمشون و خب متاسفانه یکی از ابزارهایی هستن که رژیم ازش استفاده میکنه برای بقا و وسیله هم شده، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، برای ناامید کردن مردم. ولی این رو نباید فراموش کنیم که درصد این افراد در بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی کمتره تا این افراد مضحک در بین مسئولهای جمهوری اسلامی. یعنی هنوز میتونیم بگیم رتبه اول نمایش‌های مضحک رو خود مسئولای جمهوری اسلامی دارن. یعنی جنایتکاری مثل خمینی وقتی که صحبت میکنه، اگر که صحبتاش قابل فهم باشه، خیلی اوقات اصلا قابل فهم نبود که چی میگه و حالا شاید هم عامدانه بوده. اگر صحبت‌های خمینی فهمیده میشد، در بهترین حالت میتونیم بگیم که کاملا یه محتوای بی‌ارزش داشت. الان هم که رئیسی از وقتی رئیس جمهور شده دیگه درصد بالای مطالب طنز مربوط به خود آقای رئیسی هستش و تعداد این افراد هم کم نبوده در جمهوری اسلامی و در بین مسئولاش، احمدی نژاد غیره و غیره و غیره، میشه همچنان نام برد. یعنی متاسفانه افرادی مثل